بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و صلوات خدا و فرشته‌هاش به وجود نازنینی که در سلام کردن گوی سبقت رو از همگان میرو بود، حتی از کودکان. همه آرزوشون شده بود که یک بار زودتر به او سلام کنند. سلام و صلوات خدا و فرشته‌هاش به وجود نازنین اشرف الانبیا رحمتا للعالمین محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. و سلام به همه شما مسلمانان معزز، هموطنان عزیزم، هم نفسای یاد خدای که خوب باشین. نمیدونم چجوری تشکر بکنم از این بابت که همه کاراتون رو اینجوری تنظیم کردین تا دوباره بشین پای تلویزیون یاد خدا تماشا کنین. امیدوارم حالا که حسن سلیقه به خرج دادین اینجا به شما خوش بگذره و تا لحظه آخر، اون لحظه آخر که دیگه برنامه تیتراژ برنامه پایانی برنامه میخواد پخش بشه، شما حالتون بهتر از قبل شده باشه. با این امید و آرزو از شما دعوت میکنم تا پایان این نوبت از یاد خدا رو همراهی بکنید با چشمای زلال و مهربونتون. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاس فراوان بابت همراهیتون و بابت این که دوباره استاد عزیزم آیت الله تحریری قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدین. خوشحالیم از زیارتتون. ان شاء الله. محبت بدید. شما هستید. سلام علیکم. اگه با بینندگان بفرمایید. من دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. توفیق همگان رو از خدای متعال میخواهم که در مسیر ان شاء الله نبی رحمت که ماه نبی رحمت است ان شاء الله تا پایان عمر قرار داشته باشیم. الهی آمین. الهی آمین. به برکت دعاهای خیر شما و مطالبی که از وجود نازنینشون، از خلق و خوشون میفرمایید، خدا کنه ما هم که میشنویم بتونیم بهشون هم عمل بکنیم، دل پیامبرمون هم به دست بیاریم، پدر مهربونمون و پدر همه ما مسلمان‌ها رو. من اول برنامه عرض کردم که همیشه اول سلام میکردن پیامبر حتی به کودکان و یادم افتاد که معطرم بودن همیشه، خیلی از بوی عطرشون متوجه حضورشون میشدن. اینجوری هست یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یکی از آیاتی که نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله رو به طور خاص توصیف میکنه و از اخلاق عظیم اون حضرت بیان میکنه، این دو آیه آخر سوره مبارکه توبه است که اینجا هم با تأکید میگوید که یک رسولی از جانب خدا برای شما آمد، همه انسان ها به همه انسان ها ایشون دردمنده، عزیزان علیه ما عنتم، بر ایشان گران تمام میشه آنچه که شما رو به زحمت میاندازه. یعنی اخلاق رذیله و افکار شرک‌آلود و پایبندی های به هر حال بیهوده به امور این عالم، این در واقع جان انسان رو در فشار قرار میده، در تنگنا و در ظلمت این عالم قرار میده. اون پیامبری که جانش وسیع متصل است به بی‌نهایت، بر او سخت ما رو این گونه میبینه. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، خیلی حرص داره بر شما، شب و روز نمیشناسه در جنبه هدایت شما. همه حتی مشرکین تا آخرین درجه ای که اینها خودشونو به نابودی کشوندن، حضرت با اونها اتمام حجت میکرد. در جنگ بدر اون حضرت شروع به جنگ نکردن، اساسا تو همه جنگ ها این چنینه. در مراحل اولیه هی پیغام میفرستادن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، که به هر حال
خواهید چیکار بکنید؟ شما حالا منطق خودتون داشته باشید، ما منطق خودمون. اونها شروع میکردن. درست. که سوره کافرون اومد که در جلسه گذشته از کردم فرمودید. آیاتی که قول داره، بله بله. بعدش مطالب مهمی داره. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ای کافرین، شما که کفر ورزیدید، در کفرتون استقامت دارید، من اونچه که شما بندگی میکنید من بندگی نمیکنم، شما هم همینطور. برید لکم دینکم ولی دین. یعنی این منطقه که در راستای تبلیغ دین شما مقابله نکنید، برید کار خودتون انجام بدید، ما دعوت خودمون رو میکنیم. ببینیم که تو این دعوت کی پیروز میشه. اون دعوت حقیقی به جانها میشینه. منتها اونا نمیخواستن این فطرت ها شکوفا بشه. یعنی ما دعوایی با کسی نداریم، من. ما داریم تبلیغ میکنیم، تبیین میکنیم. نه. شما منتها اینها که در معارضه قرار گرفتن باز شروع به جنگ نمی کردن. حریصون علیکم، این حریصون رو معنا میکنه. منتها وقتی که اونا شروع میکردن خودشون میخواستن دیگه نابود بکنن، دیگه بسم الله باید دیگه مقابله کرد. که آیه دومش این رو میفرماد فان تولوا، اگه اینا پشت کردن بگو نه دیگه ما تا اینجا میاییم، با شما مماشات میکنیم. پس اینجا ما این بعضی از اخلاق کریم عظیم این پیامبر رو در عرصه های اجتماعی بله بله. داریم میبینیم که در مرحله اول رحمت است. فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمتی که خدا به تو عنایت کرده تو نرم شدی. این نرمی رو تا آخر داشت جز در یک جا که اونجا دیگه خط قرمزش بود. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. لذا در آیه قرآن هم هست الا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. ما منطق داریم، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بالاترین اخلاق اون حضرت که برترین مرتبه رو در این جهت نسبت به انبیاء دیگه هم داره، اون جنبه عقلانیت، تعقله. از اون که با ناسزا گفتن که نمیشه راهنمایی کرد. طرف رو تعصبش رو با میداری بر علیه خدای تو که خدای حق است سب بکنه. درست. این یکی از هر حال اخلاق نیکوی اون حضرته که فرمودن که مرا خدا سباب نفرستاده که ناسزا بگم. نه، من منطق دارم. اون سوره کافرون منطقشه، تا اینجا حریصون علیکم اینجا اینه. منتها اگر دیگه دشمن آمد شمشیر رو از رو کشید، دیگه نمیتونه که بیسته و او هم بزنه، باید اونجا با شدت دیگه برخورد کرد. که حالا با خوندن بعضی از آیات قرآنی بعضی از این اخلاق عظیم رو عرض میکنیم. خب نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین رؤوفه، این مهربانی خاصی داره، رحیمه. لذا مماشاتش نسبت به مؤمنین، چون اینا آمدن دیگه در جرگه ایمان آمدن، میخواد این ارتباط ایمانی هی ادامه پیدا بکنه، هی قوی بشه. نه تنها یک زمانها مستمر، نه تنها در ظاهر کفایت نمیکنه که انسان به سوی سعادت ابدی همینطوره، باید ظاهر و باطن یکی بشه. لذا فرمود قالت الاعراب آمنا، اعراب پادیه نشینا گفتن که ما ایمان آوردیم. هی بخواستن ایمانشون رو به رخ پیامبر بکشن رو هی وضعیت برای خودشون طلب بکنن. یه گروهی آمدن گفتن که ما ایمان میاریم به شرط اینکه بعد از خودت این ریاست به ما بدی.
حضرت فرمان این دست من نیست، من خودم فرستاده خدا هستم، از ناحیه خودم اختیاری ندارم، بعد از منم این چنینه، اونم اختیارش دست خداست. گفتم پس ما نیستیم. حضرت فرمان خب ما که معامله این چنینی نداریم، ما میخوایم به طرف حق بیایید، حق رو اونطوری که هست بپذیرید و اجباری هم نیست. نه دیگه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من، رشد از غیر آشکاره. اصلا در اجبار رشدی نیست. بله. عقلانی هم که فکر میکنیم موقعی رشد معنا پیدا میکنه که اجباری نباشه. بله، طرف آزادانه انتخاب کنه و بفهمه، راه فهم رو بهش یاد بدیم. پیغمبر راه فهم رو یاد میداد. خواست فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس خواست ایمان بیاره، هر کس خواست. خب این منطق قرآنه. اینها همش برای ما درسه که باید این روش رو داشته باشیم که به هر حال داریم در نظام اسلامی، این رو اجمالاً داریم، باید اینا بیشتر بشه. و انشاءالله خدا شما و مثل شما رو برای ما زیاده کنه، حفظ کنه، سایت مستدام باشه که درس دین، درس مکتب اسلام رو، فرمایشات نبی مکرم اسلام رو تبلیغ، تبیین، ترویج میکنید و ما استفاده میکنیم و انشاءالله خدا اجر بهتون بده در دو دنیا. ما یه فاصله بگیریم، از دوستانمون برگردیم، بعد انشاءالله بازم استفاده میکنیم از فرمایشات شما، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد بریم به استقبال اون چیزی که دوستانم میخوام براتون پخش بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. سپاس فراوان از اینکه هنوز کانال تلویزیون عوض نکردین و مثل من سراپا گوشین به صحبت‌های استاد تحریری عزیز دارین گوش میدین. آقا ما در خدمتیم. بله، بس در بیان قطره‌ای یا نمی از اقیانوس بیکران خلق عظیم، صفات بزرگ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است که برای همگان نوره. همینطوره. انشاءالله برای ما هم نور باشه، نور الهیام روشنگره. همینطوره. این روشنگری اول در جنبه درک باید بیاد، بعد در صحنه عمل پیاده بشه. لذا آیه‌ای که اول بحث از کردیم این حقیقت رو بر ما بیان میکنه که پیامبر کارش چیه. این برای قرار اینه، اول میخواست این ارتباط با عالم غیب در دل رسوخ کنه. همینطوره که این باوره بیاد. این خیلی مهمه و هر حال این ارتباطات مادی نباید موجب بشه که ما ارتباط با عالم غیب رو فراموش بکنیم. این خیلی مهمه. در فرمایشات اون حضرت آمده که حالا وقت نیست که اون فرمایشات رو بخونیم که در بحث زهد در دنیا این مطالب رو بیان کردن که اولین در مرتبه زهد توجه به عالم غیبه، دل نبستن به طور استقلالی به این عالم و روابط این عالم که ما خودمون رو این عالمی بدونیم. که کفار میگفتن که ما یهلکنا الا الدهر، میایم و میریم و الان منطقه عده‌ای همینن، اسرائیلی ها همین که بیایم یه مدتی بچریم و بریم. اما اسلام چی میگه؟ اونی که زیر بمباران این اسرائیلیا لا اله الا الله میگه و جان میده، این داره عظمت خودش رو نشون میده، این داره عظمت نبی اکرم صلوات الله علیه رو نشون میده که این ایمانه تو اینجا رفته. این باید به هر حال این اخلاق عظیم اولش اینه. لذا هم قالت الاعراب آمن قل الله لم تؤمنوا قولوا اسلم اما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان در دل شما داخل نشد. ایمان که داخل بشه در دل معناش اینه که شخص دیگه در برابر دستورات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اعتراضی نداره.
این دستورات رو دستورات شخصیت ساز میدونه که ماهیت من انسان به پذیرش این دستوراته که این دستورات از جانب خداست، پذیرش قلبی. بعدش هم پذیرش عملی ولو فی الجمله که من زندگیمو با این دستورات به هر حال نورانی بکنم، نشون بدم که در روابط خانوادگی من به این پیامبر ایمان آوردم، در روابط اقتصادی به این پیامبر ایمان آوردم، در روابط سیاسی به این پیامبر من ایمان آوردم. لذا در چند آیه این روابط سیاسی رو بیان میکنه. این اخلاق سیاسی پیامبر است که این حالا بحث فصل‌تر داره. یکیش همین دیگه از کردم، همین آیه آخر سوره مبارکه توبه میگه که فان تولوا فقل حسبی الله علیه توکلت. اگر اینا فوش کردن تو منطق تو داری خلاصه بیان میکنی با دلیل با برهان، اجباری هم در کار نیست. اگر اینا رو گردانیدن تو برو کار خودتو انجام بده. مؤمنین حقیقی میان دنبالت. مؤمن حقیقی اون مسیر رو دنبال میکنن، در هر جا که باشن میان. اویس قرن کجا بود؟ یمن. ندا رو شنید جذب شد. ابوذر گوسفند به هر حال اداره میکرد و اینها، ندا رو شنید. سلمان فارسی حدود 300 سال داشت از این شهر به اون شهر. بعد این ندا رو که شنید دیگه خودشو فانی این پیامبری کرد که گفتن میگفتن سلمان فارسی از فرمود نگید، بگید سلمان محمدی. سلام. یعنی این طور تابعه. در روایت است که حضرت فرمود که کیست که شب تا به صبح عبادت بکنه؟ سلمان بلند شد گفت آمد. یکی از اصحاب اونجا بود، بینش ضعیفی داشت، گفت نه این دروغ میگه، من دیدم که این خوابید، چه عبادتی؟ حضرت فرمود نه سلمان دروغ نمیگه، ازش بپرسید که علتش بحث اون باوره ها. بله بله بله. سلمان عرض کرد که شما فرمودید کسی که با وضو بخوابه مثل این است که تا صبح عبادت میکنه. منم با وضو میخوابم. تعبد به این کلام، این کلام الهیه. قل ان اتبع الا ما یوحی الی. ای پیامبر بگو من جز آنچه که به من وحی میشه تبعیت نمی کنم. ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. کیست که تا صبح قرآن بخونه؟ سلمان. من باز اون آقا گفت دروغ میگه، من که تا صبح باید بشینه قرآن رو یا از حفظ بخونه. اون موقع که اینطوری تدوین نشده بود قرآن، اون مقداری که نازل شده بود بعد از حفظ میخونده. بله بله. حضرت فرمود سلمان دروغ نمیگه، ازش بپرس. خب شما فرمودی کسی که 3 تا سوره توحید بخونه مثل این است که قرآن رو ختم کرد. موقع خواب بخونه. بعد در همین جا یکی از فضائل مهم امیرالمؤمنین علیه السلام هم گوشزد کرد که اونها نمیخواستن این فضیلت رو بشنون. چی فرمودن؟ بعد به حضرت عرض کرد یا رسول الله شما فرمودی مثل علی مثل سوره توحیده که اگر یک بار سوره توحید رو کسی بخونه 1/3 قرآن رو خونده، 2 بار بخونه 2/3 قرآن، 3 بار بخونه همه قرآن رو. کسی که به علی علیه السلام محبت بورزه 1 مرتبه از ایمان بوده. کسی که این محبت رو اظهار بکنه 2/3. کسی که تبعیت از علی علیه السلام بکنه همه جانم امیرالمومنین ایمان.
قرضم اون چه باور. نکته سنجی بوده از سلمان. بله. بی خود نبود منا اهل البیت شدن. بله. نقل میکنن دیگه، رفتن دیدن که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در اونجا هستن و خب جای پا هم تو خاک گذاشته میشده، یه جای پا بیشتر نیست. دیدن که سلمان هم اونجاست. گفتن سلمان تو چجوری آمدی از زیر زمین؟ به تعبیر ما گفت من جا پای رسول الله خواستم، حالا چقدر صحت داشته باشه نمیدونیم، خواستم در برابر رسول خدا جاپا هم نداشته باشه. الله اکبر. خب این چنین البته ما نمیتونیم مانند سلمان، البته میتوانیم انشالله بشیم. غرضم اینه مرتبه اول و اساسی اخلاق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که از آن تا آخر دم میزدن ورود این ایمان است در دل، که انسان مؤمن باشه که تا در مرگ هم این ایمانه از دست نره. لذا موقع احتضار گفتن میت رو تلقین بده. بله بله. تلقین به توحید. اینا اگر این ایمانه در جان رفته باشه، این سوال نکیر و منکر از سوالات ساده است. به بچه هم که تازه زبان یاد باز کرده بگی الله میگه، الله ربی. آره. پیامبر محمد صلی الله علیه علی همینطور. گاهی به بعضی از حیوانات که میتونن باشون تمرین بکنن اینا میگن. اما چرا این سوالات ابتدایی در هنگام تلقین در شب اول قبر تو روایات آمده که قطعیه تلقین میت مستحبه، در شب اول قبر واجبه، یعنی حتما این سوال و جوابه هست. به خاطر این است که این الله ربی در دل من بشینه، محمد نبیی در دل من بشینه، علی ولیی و همینطور. الهی آمین. پس نتیجه میگیریم اولین و اصلی ترین اخلاق این پیامبر ورود این ایمان در دل است، ولو به اندازه‌ای که یه شعاعی داشته باشه و این از بین نره در سیر زندگی ما و این رو در زندگی به نوعی عملی بکنی. اگر گستاخی عملی داشته باشین در برابر فرامین این پیامبر، چه بسا این به هر حال ایمانه به صورت ضعیف سوسو میکنه از بین بره. لذا میگن که ثم کان عاقبة الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا. پناه بر خدا. باید خودمون به خدا و اهل بیت. آره به خدا. ان شاء الله این ایمانه نسبت به خدا و اهل بیت ان شاء الله نورش در دل ما شعله ورتر بشه، که باشه و شعله ورتر بشه ان شاء الله. به برکت دعای شما و راهنمودهای شما و مثل شما این اتفاق مبارک برای هممون بیفته که از سویدای دل آرزوی قلبی هممون هم هست. خیلی استفاده کردم.